گفت که یه ماهی گذشت و 2 نفر آمدن و گفتن ما مکانیکیم و خلاصه اینا آمدن فردا در مغازه رو باز کردیم و افتتاح کردیم و میگفت یک ماشین به ما خورد که نیاز به تعمیر موتور داشت. گفت من اولش ترسیدم و بعد گفتم که خب میریم جلو دیگه ببینیم چی میشه. میگفت به اون نشون که این موتور رو ما تعمیر کردیم، انقدر خوب تعمیر شد، این بنده خدا هیچی مکانیکی بلد نبود. میگفت انقدر خوب تعمیر کردیم، مشتری پشت مشتری جذب کردیم. از طرفی من تو مغازه پدرم کنار اون 2 نفری که آمدن مکانیکی اونجا کار کنن مکانیک شدم. ببینید من نمیدونم چجوری خوب توضیح دادم یا نه. یعنی طرف از هیچ حرفه‌ای بلد نبوده، فقط یه مغازه داشته و با فکر و دل و جرأتی که داشته هم کاسبی رو انداخته هم حرفه یاد گرفته. چقدر دل و جیگر میخواد که شما هیچی بلد نباشی، بعد اصلا مکانیکی نمیدونی چیه، بعد مثلا بزنی مکانیک میخوام، اصلا نمیدونی طرف بلد نیست، تازه تعمیر موتور هم میگیری. واقعا یکی پشت کار، یکی دل و جرأت، یکی حرفه یاد گرفتن و یکی شانس. شانس خیلی کمه ولی خدا بزرگه.